گاه اوقات دواها برای افرادی که مرض شکر دارند یا در معرض خطر ابتلا به مرض شکر هستند داده می شود. متفورمین دوایی است که دکتر شما برای کمک به مدیریت مرض شکر شما انتخاب کرده است. در اینجا یک سلسله هدایات برای گرفتن دوای شما وجود دارد. دکتر شما به شما می گوید که چه وقت و چگونه باید گولی متفورمین خیش را بگیرید. اگر هر روز 2 تابلت مصرف می کنید، باید 1 تابلت را بعد از اولین وعده غذایی و 1 تابلت را بعد از آخرین وعده غذایی مصرف کنید. اگر هر روز 3 تابلت مصرف می کنید، ممکن است 1 تابلت بعد از اولین وعده غذایی در روز، 1 تابلت بعد از دومین وعده غذایی و 1 تابلت بعد از آخرین وعده غذایی در روز مصرف کنید. اگر شما نمیدانید که چی وقت چند دانه گولی و یا اینکه پیش یا بعد از غذا گولی خیش را بگیرید، همیشه از دکتر خیش پرسان کنید. بعضی اوقات استفاده از متفورمین دارای عوارض جانبی باشد. یک عارضه جانبی عبارت از چیزی است که شما احساس متفاوت از حالت قبل از استفاده دوا میکنید. برخی از عوارض جانبی ناشی از مصرف متفورمین زمانی رخ میدهد که بدن شما به دوا عادت میکند. این عوارض جانبی میتواند شامل دلبدی، اسهال، ناراحتی معده و گاز شود. حتی اگر این عوارض جانبی عادی را دارید، باید هر روز دوای خود را مصرف کنید. اگر این عوارض را برای بیش از 3 هفته احساس کردید، باید با دکتر خود تماس بگیرید. برخی از عوارض جانبی میتواند بسیار جدی باشد. مثلا اگر شما رش جلدی داشتید یا روی، لبها و یا زبان شما بندیدگی پیدا کرد و یا اگر مشکل تنفسی یا تنگی نفس به شما پیش آمد، با شماره 911 تماس بگیرید یا فوراً به اتاق عاجل شفاخانه مراجعه کنید. در اینجا موارد دیگری وجود دارد که باید به خاطر بسپارید. شما باید دوای متفورمین را هر روز مصرف کنید، حتی اگر احساس خوبی میکنید. شما باید هر ماه این دوا را دوباره پر کنید. شما باید مقدار زیاد آب بنوشید و هیچ وعده غذایی خود را از دست ندهید. هر 3 ماه 1 بار وعده ملاقات با دکتر خود را برنامه ریزی کرده و آن را حفظ نمایید.